درود به عاشقان ادبیات. توی این ویدیو قراره بپردازیم به کتاب کیمیاگر اثر پائولو کوئلو که تا الان بیشتر از 65 میلیون نسخه ازش تو کل دنیا به فروش رفته و یکی از پرطرفدارترین کتاب‌های تاریخ به شمار میاد. ازتون دعوت میکنم برای شنیدن داستان فوق‌العاده این کتاب تا انتهای این ویدیو همراه من باشید. کیمیاگر سفر یه چوپان جوان اندلوسی به نام سانتیاگو رو دنبال میکنه که یک رویای مکرر در مورد گنج مدفون در نزدیکی اهرام مصر میبینه. سانتیاگو که توسط یک پادشاه مرموز قدیمی به نام ملخیزدک تشویق میشه، تصمیم میگیره زندگی راحت خودش رو توی اسپانیا ترک کنه و در جستجوی افسانه شخصیش به صحرای شمال آفریقا سفر کنه، راهی که اون را به هدف واقعیش توی زندگی میرسونه. هنگامی که سانتیاگو به سفر خودش میره، با شخصیت‌های مختلفی روبرو میشه که درس‌های ارزشمندی به اون یاد میدن. اون ابتدا با مرد انگلیسی ملاقات میکنه که در جستجوی یک کیمیاگره که میتونه به اون کمک کنه اسرار تبدیل سرب به طلا رو یاد بگیره. مرد انگلیسی برای مدتی همراه سانتیاگو در سفر میشه و آن دو درباره ماهیت جستجوی سانتیاگو بحث میکنند. سپس سانتیاگو با یک تاجر کریستال روبرو میشه که به اون کمک میکنه تا با فروش ظروف شیشه یک کریستال درآمد کسب کنه. تاجر مردی محتاطه که از رویاهای خودش دست کشیده، اما وقتی از سانتیاگو رو میبینه اون رو تشویق میکنه تا به دنبال افسانه شخصیش بره. سانتیاگو از طریق این تجربه اهمیت صبور بودن و سخت‌کوشی برای رسیدن به اهدافش رو یاد میگیره. بعداً سانتیاگو عاشق زنی زیبا به اسم فاطمه میشه که در واحه‌ای زندگی میکنه. فاطمه نشان دهنده قدرت عشق برای دگرگونی زندگیه و سانتیاگو رو تشویق میکنه که به روح جهان و نشانه‌هایی که جهان ارائه میده اعتماد کنه. با این حال زمانی که سانتیاگو برای ادامه سفر مجبور به ترک واحه میشه، عشق اونها مورد آزمایش قرار میگیره. محوری ترین برخورد در داستان زمانیه که سانتیاگو با کیمیاگر، مردی مرموز خردمند که در بیابان زندگی میکنه، ملاقات میکنه. کیمیاگر مربی سانتیاگو میشه و به اون یاد میده که به قلبش گوش بده، ارتباط همه چیز رو تشخیص بده و شجاعت دنبال کردن رویاهاش رو داشته باشه. کیمیاگر سانتیاگو را راهنمایی میکنه تا به جای گنجینه فیزیکی که در جستجوی اون بود، گنج رو در درون خودش کشف کنه. سانتیاگو از طریق تجربیاتش درس‌های ارزشمندی در مورد اهمیت پیروی از رویاهاش، ایمان به جهان هستی و شناخت علائم و نشانه‌هایی که راه رسیدن به هدف واقعی فرد را نشون میدن یاد میگیره. این رمان به بررسی مضامین رشد شخصی، قدرت دگرگون کننده عشق و به هم پیوستگی همه چیز میپردازه. در نهایت سفر سانتیاگو اون رو به این درک میرسونه که گنج واقعی اون توی بیابون دفن نشده، بلکه خرد و خودشناسی که توی این راه به دست آورده. کیمیاگر با فروش بیش از 65 میلیون نسخه در سراسر جهان و ترجمه به بیش از 80 زبان به اثری محبوب و تاثیرگذار از داستان‌های الهام بخش تبدیل شده است. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین. یادتون نره که نظراتتون رو برام کامنت کنید و اگر علاقه‌مند به دیدن ویدیوهای بیشتر هستید، کانال بوکمارک رو سابسکرایب کنید.